میتونم یک سوال بپرسم؟ البته. این دل که میگن کجای آدمه؟ چه میخوای بگی؟ نمیدونم. مثلا میبینی آدم گردن یا رگش میگیره یه پمادی چیزی میزنه خوب میشه، یا وقتی سرش درد میگیره یه استامینوفن ژلوفن چیزی میخوره آروم میشه. این دل کجای آدمه وقتی میگیره نه پمادی نه استامینوفنی نه نوافنی، هیچی خوبش نمیکنه. وقتی ماشینت خراب میشه میری پیش مکانیک، وقتی تختت میشکنه میره پیش نجار. برای مشکل هر چیزی به کسی رجوع میکنه که بهش آگاهه. وقتی دلت میگیره باید بری سراغ کسی که اونو ساخته. وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.